این دو خواهر از طالبان فرار کرده دنبال آرزوهای المپی به پاریژ رفتند. آنها در بیرون از افغانستان تمرین میکنند. یلدوز و فریبا سال 2021 با آمدن طالبان افغانستان را ترک کردند. رژیم فوق‌العاده محافظه‌کار طالبان همه حقوق‌های زنان را سرکوب کرده است. از جمله برای تحصیل و کار محدودیت جاری شده است. شرکت دختران در ورزش هم منع است. ما در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستند و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما 3 زن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشه زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان. خواهران زیر پرچم ملی افغانستان هنرنمایی میکنند. این رمز ملی افغانستان تا آمدن طالبان بود. خواهران دوچرخران به وطن برگشتن نمیتوانند چون خطرناک است، ولی حالا فکر و خیال آنها در شرکت شایسته در بازی‌های المپی است. اولین بار است که بانوان دوچرخه سوار در تاریخ افغانستان اولین بار است که در المپیک حضور پیدا میکنند و ما بنایس اولین کسی که در المپیک اشتراک میکنم با خواهرم خیلی احساس خوب دارم و خوشحال هستم. تمرینات ما خوب است و همه چیز عالی پیش میره و امیدوار هستیم بتوانیم در مسابقه نتیجه خوب را به افغانستان کسب کنیم. مسابقه های دوچرخرانی دختران در بازی های المپی 27 ایول سر شده تا 4 آگوست دوام میکند.